دانستنی‌های جذابی در مورد کشور سوئد که نمی‌دانستید. درود بر شما همراهان عزیز، با یک برنامه دیگه با شما هستیم. حدود 2000 سال پیش مردمان ازویر قبیله ژرمنی نام سوئد رو بر این سرزمین گذاشتند. ازویر به معنای ما و رایک به معنی قلمرو پادشاهی است. بنابراین سوئد یا همان اسفری به زبان سوئدی نام امروز شده کشوری است به معنای قلمرو پادشاهی سوئد. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. آیا می دانستید سوئد با نرخ مالیاتی 51.4% GPD تولید ناخالص داخلی از جمله کشورهایی است که بالاترین نرخ مالیاتی در جهان را داراست؟ جالب است بدانید که اکثر مردم از دادن مالیات بالا خوشحال هستند و لغت سوئدی که برای مالیات به کار میبرند اسکات به معنای گنج است. آیا می دانستید والدین سوئدی 480 روز مرخصی والدین دارند که 60 روز آن متعلق به پدران است؟ آیا می دانستید اختراع کمربند ایمنی توسط سوئدی ها جان میلیون ها نفر را نجات داد؟ کمربند ایمنی در سال 1959 توسط شرکت ولوو راه اندازی شد و سپس در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. آیا می دانستید دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب، سونوگرافی، کبریت بی خطر، لنز نجومی، پروانه کشتی، یخچال و موس کامپیوتر همگی اشیاء مشهوری هستند که توسط سوئدی ها یا افراد مقیم در سوئد اختراع شده است؟ آیا می دانستید سوئد سومین کشور بزرگ در اتحادیه اروپا محسوب می شود و همچنین دومین کشور کم تراکم از لحاظ جمعیتی؟ 23.5 نفر در هر کیلومتر مربع نیز به شمار می رود. آیا می دانستید گروه موسیقی آبا چهارمین گروه موسیقی پرفروش در تاریخ موسیقی بعد از الویس پریسلی، بیتل ها و مایکل جکسون به شمار می روند؟ این گروه بالغ بر 375 میلیون صفحه از موسیقی خود را در سرتاسر جهان به فروش رساندند. گروه آبا در سال 1983 از هم پاشید. آیا می دانستید سوئد همجنسگرایی را در سال 1944 به رسمیت شناخت و اولین کشور در دنیا بود که اجازه قانونی تغییر جنسیت را صادر کرد؟ آیا می دانستید زنبورها بیشتر از دیگر حیوانات در کشور سوئد در طول هر سال عامل مستقیم مرگ و میر به شمار می روند؟ آیا می دانستید سوئدی ها 95700 رودخانه بزرگتر از 100 متر در 100 متر دارند که این برابر با 9% کل منطقه سوئد است؟ آیا می دانستید سوئد اولین کشور در دنیاست که قانون منع خشونت فیزیکی کودکان را در سال 1979 وضع کرد؟ از آن زمان تا کنون 35 کشور این رویه را دنبال نمودند. آیا می دانستید استکهلم پایتخت سوئد با 12 جزیره و 42 پل به نام ونیز شمال خوانده می شود؟ آیا می دانستید فوتبال یا همان ساکر تا حد زیادی از بزرگترین ورزش‌های سازمان یافته کشور سوئد است؟ در جایگاه دوم هاکی سالن سرپوشیده و نوعی هاکی داخلی قرار دارد که در تمام طول زمستان 200,000 نفر را در سالن‌های ورزشی به خود جلب کرده است. آیا می دانستید سوئدی ها دارای بیشترین امید به زندگی در دنیا هستند؟ 74 سالگی برای مردان و 80 سالگی برای زنان و یکی از پایین ترین میزان نرخ تولد را دارا می باشند. 1.7 کودک در ازای هر زن. آیا می دانستید سوئدی ها با 227 رستوران بالاترین شمار سرانه رستوران های مکدونالد را در اروپا دارند؟ تنها ایالات متحده آمریکا سرانه آن از سوئد بالاتر است. آیا می دانستید ساکنان نخست کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد از قرن نهم عصر مشترک وایکینگ ها بودند و در واقع از اولین ساکنان مستقر در ایسلند به شمار می روند؟ وایکینگ های سوئدی اغلب در شرق دریای بالتیک ماهیگیری می کردند. آیا می دانستید نوشیدنی سنتی سوئدی ها گلوک نام دارد که از شراب گندم است و با آکوایت ریخته می شود؟ آکوایت نوشیدنی الکلی اسکاندیناوی که از گندم یا سیب زمینی و زیره درست می شود و بعد آن را آتش می زنند و می نوشند. آیا می دانستید آسترید لینگرن سوئدی است که بالغ بر 100 کتاب کودک نوشته است که تاکنون به 74 زبان زنده دنیا ترجمه شده
و رتبه 9 بیشترین خواننده کتاب کودک را از آن خود ساخته است. آیا می دانستید اولین هتل یخی جهان در جوکس جاربی در سال 1980 توسط آرشیتکت سوئدی ینا برگس ساخته شده؟ این هتل 60 اتاق داره و از 4000 تن برف و یخ بسته‌بندی شده متراکم ساخته شده. مهمانان از شلوار پیشوندی حرارتی در آن استفاده می کنند. آیا می دانستید کشور سوئد با وجود قدرت نظامی در قرن 17 و یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه در زمان خود تقریباً با مدت 2 قرن در هیچ جنگی اعم از 2 جنگ جهانی اخیر شرکت نکرده است؟ ضمن تشکر از توجه شما به این ویدیو از جعبه دانستنی. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لایک رو فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.